سلام به شما همراهان همیشگی کانال اسکای دراپ. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون. امروز هم مثل همیشه یک پروژه و یک ایردراپ بسیار معتبر واسه شما آوردیم که جدید و تازه نفسه. این ایردراپ مت چین هست که یک ایردراپ در حوزه هوش مصنوعی و تحلیل داده هست و روی تلگرام میتونید شما این ربات و این ایردراپ رو استارت بزنید و شروع کنید. این ایردراپ تونسته با شرکت‌های بزرگ و معتبری مثل آمازون، گوگل کلاود، باند اکس و همینطور صرافی معتبر و جهانی اوکی ایکس تونسته همکاری داشته باشه. پس میتونه یک پروژه بسیار معتبر و جذابی برای ما باشه. خیلی هم راحته، دقیقا مثل سایر ربات‌ها و ایردراپ های تلگرامیه و شما میتونید بدون انجام هیچ هزینه‌ای به صورت کاملا رایگان تو این ایردراپ شرکت بکنید و خیلی راحت و آسون این ایردراپ رو به دست بیارید و به شما پیشنهاد میدم که حتما این ایردراپ رو استارت بزنید و در کنار سایر ایردراپ های تلگرامی که به شما معرفی کردیم حتما این ایردراپ رو هم داشته باشید. خب دوستان عزیز، برای ورود به این ایردراپ کافیه که روی لینکی که توی دیسکریپشن و همینطور تو کانال تلگرام براتون قرار دادم وارد ایردراپ بشید. اگه تا این لحظه وارد کانال تلگرام ما نشدید ممنون میشم که اونجا هم ما رو دنبال بکنید، چرا که جدیدترین اخبار و مطالب مربوط به ایردراپ ها رو اونجا برای شما زودتر از همه جا قرار میدم که میتونید شما استفاده بکنید و بهره مند بشید. همینطور ممنون میشم که کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب بکنید. این کار شما به ما انگیزه میده که بتونیم ایردراپ های بهتر و خفن‌تری رو برای شما معرفی و ویدیوشو تهیه بکنیم. بدون فوت وقت بریم که این ایردراپ رو با هم دریافت کنیم. خب بعد از اینکه وارد لینک شدید از این قسمت روی کرییت اکانت کلیک میکنیم. شما اینجا میتونید برای خودتون یک یوزرنیم انتخاب بکنید که حالا یوزرنیم خود ما رو به ما نشون میده. شما میتونید همینو تغییر بدید و همینطور از این قسمت شما میتونید عکس برای خودتون انتخاب بکنید که کافیه روش کلیک بکنید و یک عکس رو پیدا بکنید و اینجا بارگذاری بکنید و بعد از اینکه این کارا رو کردید سپس روی کانتینیو کلیک میکنید. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه روی کانتینیو کلیک کردیم با همچین صفحه‌ای روبرو میشیم. اینجا بالانس رو به ما نشون میده. در حال حاضر بالانسمون صفره و هنوز هیچ فعالیتی نکردیم. اینجا هم یوزرنیم ما رو به ما نشون میده که همون یوزرنیمی است که ابتدا به ما نشون داده بود که شما میتونستید اون رو هم تغییر بدید. شما کافیه برای اینکه پوینت هاش رو به دست بیارید روی استارت فارمینگ کلیک بکنید. بعد از اینکه روی استارت فارمینگ کلیک کردید هر 8 ساعت شما میتونید بیاید اینجا و روی کلیم کلیک کنید و اون مقدار پوینتی که برای شما استخراج کرده رو از این قسمت دریافت و کلیم بکنید. بس به همین راحتی شما اصلا نیاز نیست هر دقیقه به این ربات سر بزنید. کافیه که در روز یک بار یا دو بار بیاید و روی کلیم کلیک بکنید. از این قسمت هم یک بازی برای شما داره که حالا در ادامه به شما نشون خواهم داد. از این دو تا بخش هم شما میتونید با پرداخت مقداری پوینت از این پوینت هایی که به دست آوردید، به عنوان مثال با پرداخت 50 پوینت شما میتونید در روز 3 بار این کار رو انجام بدید و مقدار توکنی که از این قسمت برای شما استخراج میکنه رو ضریبش رو 2 کنید، یعنی 2 برابر امتیاز برای شما لحاظ بکنه. و همینطور از این قسمت شما میتونید با پرداخت 150 پوینت در روز فقط یک بار میتونید کار بکنید. امتیازاتی که در طول بازی به دست میارید رو برای شما 2 برابر میکنه و ضریب 2 به شما خواهد داد. حالا بازیشو با هم خواهیم دید به چه صورت است. بازیش هم یه جورایی مشابه بازی بلوم هست. اگه اون بازی رو انجام داده باشید این بازی هم آشنایی خواهید داشت. شما کافی این آدمک رو که شبیه شعله آتیشه رو تکون بدید و این شعله های آتیش رو دریافت کنید. بعد مواظب باشید که بمب هایی که از بالا میاد اونا رو دریافت نکنید، چرا که هر امتیازی که تا این لحظه به دست آورده باشید رو از دست خواهید داد. حتی اگه بهش برخوردم بکنید از کنار اون امتیازات رو از دست میدید. پس بهتره که اصلا به اون بمب ها نخورید. این بازی 30 ثانیه هست و بعد از 30 ثانیه توکن هایی که به دست آوردید رو به شما میده. به همین راحتیه. ما 132 امتیاز به دست آوردیم و برای اینکه از بازی خارج بشیم روی این گزینه کلیک میکنیم و اگه بخوایم بازی رو ادامه بدیم روی این گزینه کلیک میکنیم. حالا ما از بازی خارج میشیم. فقط خواستم به بازی شما مشاهده بکنید که به چه صورت است. در روز شما میتونید 3 تا تیکت دارید و از این 3 تا تیکت میتونید در بازی استفاده کنید و هر فرندی هم که دعوت بکنید مقداری تیکت به شما میده و شما میتونید بازیشو انجام بدید. حالا بریم سراغ بخش‌های دیگه. از این پایین از قسمت تاسک شما یه سری تاسک ها دارید و شما میتونید با انجام دادن این تاسک ها مقدار توکنی که یا مقدار امتیازاتی که به شما میده رو دریافت کنید. امتیازات خوبی و تاسک های زیادی هم داره. پس به شما حتما این تاسک هاش انجام بدید و امتیازاتش رو دریافت بکنید. از قسمت فرند هم شما میتونید با دعوت کردن از دوستانتون از مقداری که اونها استخراج میکنند هم شما دریافت داشته باشید و از اون استخراج اونها هم سودآوری داشته باشید.
فقط کافیه که از این قسمت روی اینوایت فرند کلیک بکنید. شما میتونید یا به صورت مستقیم یا با کپی کردن لینک رفرال خودتون اون رو برای دوستانتون بفرستید و اونا رو به این بازی دعوت بکنید و با هم دیگه کسب درآمد داشته باشید. از قسمت مگا دراپ هم شما میتونید همکارهای این بازی رو مشاهده بکنید. قبل از این ویدیو فقط اوکی ایکس بود، اما حالا بیتگیت هم بهش اضافه شده. پس این نشون میده که این بازی چقدر معتبر و خوبه. از قسمت والت هم شما میتونید والت بیتگیت رو به این بازی متصل بکنید و اینجوری در آخر پروژه توکناشو دریافت بکنید. خب دوستان عزیز، این بود آموزش این ربات. خیلی راحت و ساده بود. به شما پیشنهاد میدم که حتما این ربات رو استارت بزنید. ربات به شدت معتبر و خوبیه و شما میتونید این رو در کنار سایر ربات‌های تلگرامی داشته باشید و ازش استفاده بکنید. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارید توی ایردراپ‌های مختلف و رایگان زیادی شرکت بکنید و کسب درآمد داشته باشید، اونم به رایگان، ممنون میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و از مطالبی که اونجا براتون قرار میدم استفاده بکنید. خیلی خیلی ممنون از حمایت و همراهی شما. امیدوارم که حال دلتون عالی بشه و جیبتون پرپول. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.